وای ماما بار کرد دیگه بود ما چیز نگفت دختر که هیچ استاد نشد فرصت گپ زدن بر من نداد دیگم تاجلی یک کار کشی طرف یکم کلانکار است در چیز بخوای مداخله کنه اما قسم خوی داره خو هر چی که گفت تو درگیر نشی کدیش تی طبیعت نه من مشکل ندارم من چیز ندارم دختر که تانوس این معرفی هم نشیم فرض گپ هم نزده پیسانم آفرین مفخوره بیز پیسام از خانه بابی خود نمیاره فایدهش نباشه چه کنمش دیر آفرین تو را خوش میبینم ما بیخی جوان شده بود راسته من احساس جوانی میکنم خیلی ریفی گپا و عادی گپ هستک این خب بسیاری ها تشکیش میکنم ما 40 ساله چون یک عدد است یک عدد است که قلم نوشته میشه در تذکیره دیگه اون تذکیره که تو را نه ضعیف میسازه نه جوان حالا من 2 ساله بعد جوان دل است نه فرق جان نه دل آدم جوان باشد چند دفعه گویم تا نبرای آدم هستی نیست کمی تو 10 دفعه میگم تا نبرای دم اولی یک بار نیست 2 بار نیست نمیفهمی تا نمیفهمی تا ها چند بار بگویم تا درد میکنه می پیشکاری آخر باشه شاید پیش دکتر برم میرم بزنم ما نظر دارن دیگه چطورش مریضی مادر دمون روزم نامده بود مادرم زیاد مریض بود اون روزم بیچاره دیگه حالا بهتر است کمی خطر شده بر خدا رو شکر چی میکنی دختر ما رو زوجا؟ بل برقی که نو آمده بود تو را میپالید مادر بل برق هم اینجا خودت ماندی دختر؟ یا سابقه است که از نو نیستک بخون وقتش تی نشد همون را پیدا کنم مادر خب دخترم جان حالا سلما نگفت که من مادر رو برم یک 3 روز میرم یعنی بچه امروز روز 4مش است چطور که دیر کرد؟ مادر جان راه دور است تا که بره تا که بیاید در آزار هم گپ از رابندی است او را خامه فهم بچه دلم نارام از دخترم یعنی خورت نیست رفته من شکر سر تو هم بچه خدا یک دقیقه خوتانه دیر نکنه بچه این بیخی کمبوتیش احساس میکنم بچه مادر میفهمم که از من که تو زیاد دوست داری نه دختر مگه پرزم برای من اردویتان یک چشم میبینمتان بچه تو هم قلبم هست و هم من لارسی که برم با پشتم تاک نمیشی؟ نگو بچه کم یک دسمال تا دادم زاریم ترقت فکر کم کمی دقیقه از پیشم میبرد من تو رو که خود میبرم اموجا آروسی که بیخی زار طلاق میشم بچه میگه پنزم خواهی تو رو که خود میبرم اموجا بچه ما چی کنم مرا چی سر زیافگی بوج میبری در جیزت میبری بچه مردم یه جیز میاره ما این مادر خود خیلی بچه اینجا میگم خانه ما بیا نه بچه مشکل مرا خانه داماتی کشیم نمیه جان خیلی من روان میکنی تنها اونجا خیر زنده باشی هر جای باشی همون دختر بیگانه همون بچه بیگانه بچه پردهشان میشه من نمیخوایم که دختر من خدا نقصد خانه خسران چشم کشه شکر خانه از جای
با سلما خورتم از بچیم، یعنی کمبودیش احساس به این میکنم که خانه خالی خانه است. ما میبرم همینطور میبینم تنها اوسو میری کار میکنی دیگه میکنی، من اینجا تنها میشینم زاغ واری و دلم سلمان که بود دیگه مادر که تو قصه نمیگد شفاخانه بود بیچاره در کار میره کجا قدر خانه خب میبود. بازم امیدش خوب بود که در خانه باز شوانه هر شب پیش میاد 3 شب نیست به خدا مادر 30 سال شد شدی سرم. ما چشم مرد طرف میپاله بگی خانه ما خالی ما نمیشه که سلمان نیست. دیگرم خون است به مخاطر بچیم. خدا ان بخیر بیارش. یافتی بلو برق یافتی؟ این مادر دنواری نبود. حالا بچه امروز که اون نفر رو خودت گرفتی و دست خود لای کتابچه ماندی زیر کتابچه ماندی کجا ماندی؟ کدام جای ماندیم دنواری جای است که مادر گم نمیشه از امو خاطر گفتم بپالم سلما کمد ببره تویلش کنه به خاطر که جریمه مو نکنه. نه با جریمه چی میگه که برق قطع نکنه؟ نه هنوز وقت است مادر یک چند ماه که زیاد چه باز قطع میکنه. بس سایز دلم جمع است بچه. دل جمع باشه گمش نکردیم مادر. چای و مستالی خلاص یگان دفعه میگن که خوشی دوست نداشته باشه چای سر چای خلاص میشه یا من مرا خوشیم دوست نداره. حالا برم چای بانم. نه خیر گلم میخواد دقیقی چای نباش چای چی میکنی حسنا جان گلم میخواد همه رقم بخیر فکر دید باشان هسته چرا؟ یعنی می دومات از یک میایه یا چربک میانه خیلی کل یک دلک پتون در جانش هست یک جمپرک در جانش هست میایه کار و چربک میکنه اون قدر ننید قدر میده چون بچه من قدر نمیدی خود دومات کلانش هست او گلم میخواد پشت از اما کشته و مرده است مادرم بیاز اونم مترام هسته که اما قنمه که می دومات کلانم باستو گلم میخواد در خود ترکی بنام از این بچه بودی خود مادر کن تو کارا میکرد بیفایده بودی کاره نصیب قسمت که کتمی که بود اون آخر شد حالا میگه از اون گلم میخواست از گیچه و می یاد نشه که همی خانه رو کدام رقم نکنی بچه و چربک میاید لشمک نه اما نمیتونه چرا بکنم بی؟ نه یک وقت بیگ تو خبر نباشی جانم میخواد که خانه دنامی رو چربک شده و خدایی از یادم شک نیست من میترسم از این بچه آمد تا زیر دم دلاسان مادرکت گرفته خوب صحیح جانم میخواد این سلما نیست سلمگک چقدر دیر میشه کجا رفته چند روز میشه میگم خدا کنه که نه بابی خدا یافته باشه یا خوب پیشنده دیگه خود رفته باشه گم استید نیست پدر میاره چطوری تو تیت فرق مانده شکه هست یا نه؟ سرنوشت؟ بله درستی خوبه؟ شکر خودت خوب هستی؟ چی میکنی؟ هیچ باشین ریالی ریکم جمع کردم کدام میگم خانه؟ باش اینجا تیت فرق بود گفتم میاره جمع کنم کار داشتیم خاطر بیایم یک دفعه کسان پرسان کنم نظر که بگیرم درباره چی؟ سلما جان چیز گفتم یعنی نظر چی است که در کدام هتل بخیر کم هتل تو انتخاب کن هر هتل را که تو بگویی اما هتل تو دیگه در خانه خارام هستیم شالا دیگه خانه میری نه زنده باشی باشه بیادر زادگه که ما دیگه بیبیش کل اختیار دستیم خوب بادرا برای دیگه طلب بودی و نامزاد ساختش خوب بیشتر خوب پیشنه که اردو هم پدر هم بچه یک دیگه روسی کنن چی لقب چی بگی خوب پلان خوب بیشتر کار بیبی خداوند چی میکنه دیگه آره دست خداوند است یعنی ما مثل همون بیادر که گفتیمت خوب گفتیمت آدم خوب هستی آدم دختر بسیار دختر خوب است آدم دیوانه بیادر آرسی در خانه خود دق تنهایی و خانه باز وقت میگه خود تنهایی هست بیادر جان دق میارم بالا میگه تنهایی به خداوند میزیبه میگه که میباشم میگم کاش که یک همدم و یک همراز باشه که خلند میخوانه بیسیسی بگرده امروز هم دیر باشه تو باز وقتم تو فکر من چی مدام که فکر سرم میاد تو خودت یکم روز از تنهایی فکرهای خراب بیادر بیشم تو پیچاندیم که بیادر بخواید رو بخواید بخوانیش در بودش باشه یک را میگی گم شده یک را میگی است یک را میگی گم میشه یک را میگی است بچه پشت بل برق نگرد بلا در پسش کار
بچه موبایل چطور شده باشد؟ این کمبخ امروز چرا قموازش خراب بود؟ میشیشت و میدوید یک زن نزدی پرسان نکردی بچه؟ میده چرا ما پرسانش کنم؟ ما پرسان نکردیم بچه. هنوز به من موبایل ناوردم. من چرا برای زنگ بزنم که چقدر چشم سفید است که وقت به من زنگ زد پرسان ما کرد بابانه نه با من موبایل بیاره که باز من دقیقه برای زنگ بزنم. خب تو زنگ میزدی من گپ میزدم بچه. خب من گپ میزدم پرسان میکردم که بچه میدید چطور شده. او دختر اوی نل ما خراب نیست. مادر خب ما از اون نل میخوریم. ما چرا مریض نمیشیم؟ از میاودان تو چای دم میکنی دیگ میکنی چی میکنی؟ از میاودان میگیرم. خیلی که از یهودان میگیری بچیم. خیلی دم یهودان هم همه چند چیزی ننداخته باشه. خودشان هم از میاو میخورم مادر. خیلی چی لگه بچه که خودشان خود نخواد بخوره. خموشو نل دیگه داره نو ازم نل میگیره. بچیم دم یهودان ما رو ببین چیزی ننداخته باشه. اگه فکر باشه که او دفعه شیر گرم کردی آودی که اون اجمل خورد در چی حالت شد خون استفراغ کرد. این دفعه ای بچه رو چای دادی بچه این رقم شد. نمی سوال مرم ذهنم گرفته ای چی قسم در چای هر چیز میندازه یا در شیر در خانه مخ رفت آمد نمیکنه نی؟ از او طرفی چی طرف نمیاد خیلی چی قسم میشه مادر؟ دخترم این من مریض هستم فکر ما در جای نیست. همین شما بچیم جوان هستیم متوجه باشین از این کلکی نظر جای متوجه باشین. اونم عودان ببینید که دمو چیز ننداخته باشه. مادر اینا اگه عودان چیز مینداخت از او ما دیگ میکنیم چای میخوریم یا هر مصرف که استفاده میکنیم از عودان میشه. خیلی ما چرا مریض نمیشیم؟ خیلی چرا اینطور میشه؟ چی علت است؟ نمیفهمم مادر. از یا من ایمو اینو حرف ساعت که زیر پای همیم است. من میفهمم. راست میگی گپم به خدا من. فهمی اگر رفته باشه این بچه ها ننه تا زیر دم دلاسا بگیره بگه بیا یا خانه دنمون کو یا سودا که خانه را بیا که ما بر زندگی که کل پیسه اکار دم جیبکار خود پرت جیبکار را پر کنه برکنه میری رفت تو ماندین خلاص بی خانه و بیروزگار. چطور کنم ماما جان هر دفعه که میری اون سلما کتما جنگ میکنه دعوا میکنه یک رقم وضعیت من دازه یک رقم گپ من دازه که بیخی هیچ پرسان نکن فقط بگو که پادشاه از خانه است و هیچ بگو بیخی هیچ مادرم حساب نمیکنه خودش دمی هر چی دیگه استاد میشه پیش روی کلگی. میفهمم گلم میخواد من خوب صحیح میفهمم اما تو میتونی خود بر مادر شیرین کو بر مادر خود شیرین کو بگو مادر جان امی داماد کلانت است من دخترت هستم ماما خوشخ یک تو دخ بگرق دمی خانه دارم اور از بس که گوش و بنیش سلما پر کده مادر من حالا گپ میزن میگه توش دخترم نیستی من بنام تو دختر خیلی بگم از کجاش نمیگه خیلی من فرزندیستم تو بنام دختر من چم دیگه اون روز که گفتم فرزندیت خب معلوم دار است که سلماست میگه اصلا تو فرزندیستی تو را میگه حالا بگم بگه در شفاخانه تو را برد بگم بگه مرا بغل که در شفاخانه تا اینجا ورد من چرا فرزندی باشم بگو سلما من 3 ماه بود 4 ماه بود دیگه پیدا شد تو خود مادر من شفاخانه بود من شفاخانه آوردم بغل خود گرفتم آوردم تا همون دادم تا کالای تا پوشاندم پودر زدم حالا چطور مادر است که از اولاد دقیقه تیر میشه پشت ناکیر اگر تا گلم میخواد تو هم نگه پشت چیلا نکن فهمیدی؟ بگو من اقدال دمی خانه همه هر دقیقه و چربک می فقط تو تقیب که یا چی میگن در بین خود چی میکنن خانه را مفروشن قوله را بنام از او میکنن ما تو بکنم دیگه به خدا قسم از او دفعه که رفتم به خاطر امور به خاطر که تو گفتی خانه چی نکنی دستم از شکستان دک فردین حالا که برم خواهد مرا کشتم نه من میگم می بچه و چربک می خیر است من خب بسیم گوشهای مام کرد از قدر نمشنم تو خود شکر گوشه من میگه به خاطر از او میری نه بگوری چی در میتونم بهش میگم بگو چی کنم بگم ما رو خوش میداشم خبر برامون مرد داده بودن خب خیچر مکتو میرفتم در آزمان چون پناه خواهد از به خدا نمیکنن که دیگه پیش شد سلام خوب هستی؟ شکر خود خوب هستی؟ شکر چی حال داری؟ کجا گم بودی دی وقتا بخیج نیستی؟ رفته بودم مادرم چون نگفت؟ نه ما خواهد رفته بودم امروی خورخونده میشون ایگان طرف خواه ما گفتم نیستی گم هستی بخی دیگه بازو هم زیاد چلگی کردن که بیا برو همکارا دیگه همکارای شبخانه کل ما رفتیم چکری خوب کردی نوش جانت شما چی کردی؟ هیچی ما خدایم خانه هستی خیراتی بود طرفای خانه شکر خیره خیلی ما برم دیگه بخی مانده و ظلام شدیم به خدا برو باز میبینیم سعیسته برو چقدر ساعت ازی تیز موندگی ما بگیرم میره چکر
این سفر آدم به مانده میشه. 24 سال. چطور؟ این هر کار که کردم میم کرده دلم میگه بدین همه میکسد بنای نداره آل امیت که در خانه ما رسامت نداشته بود سرخ معچم دیگه هر کار وی وانا سلمان سلام. ای دخترک سلام بوده چه خبر آمدی بچه؟ درسته دختر گلم آمدی تلابخ شده بود که ایش بسیار دختر ناز مقبول هم پیشتر یادت کردم بچه شامونه الله دختر نازم خوب شد که بخیر آمدی بچه باش کی دیگه ما درستی دواری کردیم مادر چی کردی؟ چطور بینمود مانو میشد که نبودی حالا یک بار دیگه بغل حالا دو زنگ نبودم وقت شد 2 سال 2 سال 3 مادر به 2 روز رفته بودم به خودگاه خور خوندم شاندیم خوب شد بخیر آمدی بچه مریض چیز کنیستی نه دختر بشید چرا چی شده؟ بشید نه دخترم میام پیشتر یادت کردم چی میگم مادر در بخیر آمدی درام رو خو خسته نشد اینجا مادر دارام رفتی بانم اومدی خوب کردی بخیر تیر شد مادر ساعتم تیر شد خوب شد اگذره آبا زیارتم کردی مادر جان خوب شد زیارت ما را دعا کردی کلتان دعا کردم تو رو دعا کردم مادرم هم دعا کردم خوب کردی دختر ناز چی کردین شما؟ خیرتی بود؟ تو پشت دق شده بودیم یک زنگم نمیزدین مادر تلفن خواهد چه صبحکی ایره گفتم میگه مادر برای زنگ میزنم تلفنش رخ نمیکنه خود را بودیم خب اوجا که بودیم خود زنگ میزد یک ما اینو با تفریح روان کردیم که ساعتش تیر شوه اینا ما دقیقه به دقیقه زنگ میزدیم مزاحمت میشد نه مادرش نارامی بود امی 20 دقیقه پیش هم نمیشه که 10 دقیقه پیش یادت کردیم مادر جان صدقه چشم تو دق شده بود سر گلم ساعت مونده بود خود زیاد دق نارامی بود طرف خانه فکرت خوب شد نه چی شد؟ چی هستک؟ چی کردیم در قروز؟ هیچ چیز من خیلی مصروف هستی نه رقم با چی تشویش شدم نه یک زنگتان آمد نه یک پرسان از من کردیم مادر من نماندم گفتم زنگ نزن دیگه 2 دفعه زنگ زدم گفتی دراستم دیگه با زنگ زدم گفتی رسیدم بچه بعد از امو دیگه زنگ نزن مرا یعنی خورت نمون گفتم فکرش نارام میشه نه خیره برد دیگه تیرش ترتیک شد مقصد ساعت ممتش مادر کاش شما میرفتین بیشتر غیبت شما را داشتیم او دخترک تعریفتان کرد گو بلا از خودت گفت بسیار سنگین آدم بسیار یک دلبر سیاست از گفتم خانه خانم که میرفتم خیلی مهربان زن بود اینه که عمره که تان دراز بود که بخیر خودتان آقای کجا تاوسه؟ اساس مکتب رفته شاملش کردن بخیر میگه ببینیم یک کمک دیگر خونی و گپا و تناسلیتی بود ما هم کم در سکای خدا بخونه خیلی دیگه تاثیر خوب چیز است خوب است برش درست خدا بخونه چرا زحمت داشتی با یکم کار کنم خوب است جانا که دیر تیال دیم و زحمت چیزی قربانت بیادرم بیادر جر ای شرمه برای تو خوب معلوم از یه سیاست هستی سیاست هم شرمه با خدا زیاد خوشم بیاد دخترک هم سنگین است کم گپ است دل پشت کار بار زندگی دلم خواست بیادر جان آمدم گرفتم خوبی از خودت از دختر هم دختر بفرمایید خیلی خورد به خود بگم نه بگیر بیادر عوض میره مسقط شم دولت جان زنده باش خورد دیگه خوبی همه دختره که زیاد یاد کرد خوارم بسیار یاد میکرد همیشه دیگه میگفت که نترکوی از خود زیاد تعریف کرد ما که پدرم گفتیم که تان میگه بر پدرم گفتیم تمام گپاره شرمندو کرد سمیرا جان نه دست نیست چی دست؟ سمیرا جان ما گفتم اگه شما بخیر که مردو رسید یک جای بگیرم بخیر چی؟ دیگه هم زن گرفتی؟ نه خدا نکنه زن چی؟ اون بچه ها که بخیر شلیشه گرفتم گفتم اگه شما کمی بخیر در گوتل هم یاردو رسید یک جای بگیرم دیگه یک دفعه یک نظر تو رو گفتم بگیرم
خب از بچه ده؟ از بچه ممکن دیگه. خب ماشاءالله. مقصد تو بگو همون خلر چیز کو که ما هر هتل رک تو بگوی من بودلک تو. خیر است که پدرم ما گپ زدیم دربارش، شاید امرایتون یاد کرده باشه بگویه برتان. خب میگه بس امیر جان من دیگه از نمو خاطر یک گفتم باشه یک نظر تو را میگیرم از پدرتان که نظر تو شرط است. نه او خسته است. پدرتان بسیار مهربان است. منتها باز نظر تو هم شرط است. نه من نظرهای خود گفتیم برش. خب سمیر جان دیگه باز اگه چیز کار بود اصلا اگه چیز کار داشتی بگو باز. نه خیر ببینید تشکر سیستم میگم. خیر اگر من میشه چیز بگو همه تا بگو باز هر چی که ضرورت داشتی باید میگیرم. سیست خیر ببینید. خیر تو کار تو کار. سیست. چطور باز افتخارم میگه بچیم مرسی میکنم. چیزی گفتی سمیر جان؟ نه تو رو نگفتم. صدا کردی؟ نه که خود گپ میزنم. ای صدا کردی؟ دروازه باشه و بیادرم دم خانه خدا آرام باشه خوش باشه بیادرم خوش باشه. دختر دیوانه لوده واریست که بازی نتاله. چی بگوییم؟ چیز گفتی؟ چیز گفتی؟ جانم گفتی باش من که میتونه سعی کنم؟ گفتم باش جانم گفت. چای دیگه گرم برای چای تشنه نشده بود. نه زنده باشه خیلی ببینید چای خوردیم چاکلیت خوردیم. باش همیشه بیا برو چای بخوریم تو قصه کنیم یکم خودت بخواه بیا خانه ما درد دل کنیم. بوده بیروبارتان زیاد است من دقیق مرم بیروبار ما قدر خوش نیست بیا نام خدا. اما تو تنهایی شیستی تنهایی خوشت میاد. تنهایی میگم یکم کس باشه یک قصه کنه میگذار انسان میورداره یک درد دل کنه یک دیگه کنه باز خودت که آدم یادی کل قصه را نکنه که گلاسه و بان لودگی نکنه. خب دیگه بخی دلت نارام نه اینطور است که یک چیزی که پیشوری داشته باشی در تنگک میباشی میگه این کار خیرت بخیر شود. نه بخیر شکر اما تو دل جمع بخیر و رسید شود که هیچ نفهمی. نه بخیر یکم روزک هم یک کنال خواب فعلا نه سگ دخترک یکم چیز آسانه برد پخته کنه. باش میفه بخیزم ببینم که مریم چی میکنه بچه. علامت تو پایدرد جاندن دستان نه قربان چم بشی. مقصد بچیم خوب در فکرت باشه خوب. نمیگم پای که من ترا میگم همین گپایی که بچیم ترا میگم خوب پیش خود چرت بزن که میامیم راست میگه سبا ما بی خانه و بی جای بی روز بود روزگار نشم. همه دفته و پشت کوس میره اما تو سال خانه و زندگی شوی گلم میخواد. باش که مریم هست مریم چی شد؟ نه خدا. هیچ این ظرف ششتم آوردم. ظرف ششتی؟ سلما رو دیگه نو آمده. کیره؟ سلما باز پیدا شد؟ وی خانهش است نه؟ مفتح البته تو دیگه خطور کت کم تا گریخ گم شد. یک خوش بودم قدوا پناه میکرد پیش خدا که شکر که گم شد. حتما تو گم کت کم تا پیدا که صدا کت گریخ رفت. اون باز 18 بار پیدا شد آمد نیانگ. نه رفته گفت که خورخوندایم رفتم چکر یک ذره تبدیل هوا شد. کاش میفتی که خورخوندا در دریا غرق میشدی که پس نمی اومدی. همین خانه جای قدیمی میماند. چرا کم هستی یک گپ که تو رو بزنی باز این تو گپا بزنی. چی یک گپ که بزنی راست میگم. اونمون کل جنجالای خانه رو نمو خلق میکنه کل جنجال دین خانه نمو مندازه. ولی یکیش بزی من میخوره خودشون میره قمشان است. یکیش گریخ دیگه شو مگزه ننیش می کار میکنه میره پشت روی خود. این مسد فیصد بچه میکنه دل جمع باشه جمع. نه حال خواهمد دیگه اگه چکر به درجه بدینم اینجا خانهش از هر سو بره خانهش است خدا غرقش میگه که یک نمیامد بلد پس میمون راست میگه این سلما رفت قدر روز شد این آمد این رفته کدام جا یا فامیل خدا پیدا کرده. خدا جانه
او رفت تا سای داری او رفت و خونه همون یا خویسته نمیشه نیانگ آمده چی میکنی تو اصلا؟ ایچی چپن انداخته اومده چی شده؟ چپن ده؟ آه خوب شده من این رو بالا کنیم نه خیر ما نمیگم نیانگ آمده باز کی؟ بلا اجدار نگفتیم من نیانگ آمده اجدار آمده باز سلما آمده باز من خلوت رو فرار کرد مگم نکرد اونه پس آمده سلما جان اگر چیز یعنی لباس هر قسم کار داشتی باز بگو که باید بگیرم سایست خیره هم بود داری؟ بگو که حاله نشرم نگه نه نمیشرم خیره کار داشته باشم میگم چیز یعنی اگر کدام کارخونده که یا رجدام که میرن بارم بگو با چطور چشم سایست خیر است باز میگم اگه کدام گپ باشه خیره مقصد نشرم دیگه نه نمیشرم سلما جان مقصد خاطرم جمع باشه خاطرتان جمع باشه چیزی هم همیشه سلما جان تو یک اندک باشه سایست بخیر خاطرم جمع باشه خاطرتان جمع باشه خندکت بخورم خندکت آدم خوب استی آدم میره آمد لارا جان بیا بول سیز نه نگم مش میشن بانو شده بشینه خیلی دیگه نمیدونم میشن ایشو میموندی جان دارم پیش محمد کاش که سر ما هم دل بسوزنی خدا چرا سینه که درد میکنن نه منم کارا بسیار ترک کرده بودم رفت نکمک سودا ورده بودم دیگه شما آمدی یعنی من کالا رو میخواستم تبدیل کنم من یک روز بعد که تبدیل نکنم طاقتم نمیاد میگم یک روز بعد بیم خیلی خوب چیز است بله لالای ما میرم تو این بار بیا کلا دا کوی دا کردن کلشی تو کدایی هر کدام تا که میگم لالا جان میپوشی بپوش بازم میداره که خود کارای خودم خداوند مرم لایق میبینه که شکرخوار مهربان خداوند مرم لایق میبینه که کدام کشور باشه پاک خدا مهربان است هیچ رای نزن بخیر مولدی دخترک شوه کنی مو بیاید چرا نه من میرم طرف بالی مرد میگه چی باید چیز زودتر شو خوبتر بخیر میشه زودتر بخیر میشه همین مشکل دم رای موتو نیست میگه تخته با تخته که جور آمد حاجت نجار نیست اون یک چیزه که اون رو گفتم دیگه میگه اقلان را اشاره است حاجت دیگه است که قدم دوره پرتی و علی کار ندادی کار دادی در خانگه که خودتون کار خودت خیش قوم خودتون من اینجا 4 تا همسایه خوب دارم یک دوست رفیق هست این یک لغمه نان میکنم در نمو یک الله اکبر میکنیم میره پشتی کار زیاد جنجالک هم خوشم نمیاد خیلی ببینی که نما قدر دلسوزی داری یک دل رم داری کاش که بچه ماما چی آوردی؟ از قراری الو سایکو نمیگم خودم چی تو آمد یک پیاله چای بیاره پیش روی چای میارم بگو اول چی آوردی که کدام چای خوراک اگه اینه بگویم برات این خلطه چی است که در رایگان اویا گرفته بودیم بایکم پیش خورخونده ماند خودت در پیش خورخونده نموندی این قجله داشتم چپن یا خلطه ما گرفتم من میرم ما پیش مادرم زیاد دق شدیم از همیشه تا شدم آمدم از موتر شد خودت آمدی خیر است خورخونده من زنگ میزنم میاره بایکم برو رفتی قروت آوردیم برکت خوش خورخونده نکن رفتی شکل او قصر یک قصر کنم بچیم چرا مادر چی شده؟ خانه آمده بود نامزاد ازی اوبید نامزاد چی آمده بود اوبید بچه کاکای آمده بود؟ چرا؟ دوباره تو بیم خانه ما آمده اینا روش خندی میکنم ازان میتم مادر نه چی روش خندی؟ چای آوردم برش چای دادم امی چای که خورد بچیم دیده قبات بیشه دلم یک قسم دل خدا قیم دویده میره بچه میدم یک ساعت یک 5-6 دفعه خواهمید دوید رفت تشناب چرا؟ گمیدیم خراب شد نه اما فرار چون کنه خب ما فکر کردم حتما فامیل خدا پیدا کرده خب میگو فرزندی است دیگه نه خب معلوم دارست بی بچه تو گپای میزنی که دیگه توبه فقط که من در خانه ایت نیستم یه دی خانه فقط من بلد نیستم گمش که بخی بابا بشو
حالا خوب گفت که من کت خورخوندای خود چه کت خورخوندای خود؟ خیلی که مهارتم گلاسا رو بوشه ملو بیخی پایم درد میکنه، کمرم درد میکنه. دیگه رایز نامخه نفسم برمد. خدایا. الو. چی شده؟ خدایی نبزنی با کسل البته متکرم قصد نکردم برو همون تو زدن دادی خوبش میکنم خیلی دو گرفته که پای بزنی نالی که مشکل در قلبم بله من خوب میمونم اون یک سوزن هست چون میکنم الان دیدیش نا سوزن آمد چون نه سوزن تو پیش مانو نوکی سوزن شکسته باقی الان تو دفعکش کو بگیره خدا زدن من چون تو فکر دمیگو کجا خیابتی بگیره که افسوده کش کده میگه من خودم چی کده سوزن کجا دو که دپای در آمده میریش خراب بچه میره چی خراب خرده نکو سلما بیشتره نمیالی رو برو یاد کردیم حال مادر خاله امیدی تا ده ماما میخوردی باز میومدی خانه سلما خنده نکو نیت میشه گفتم ای سال شدی گفت ای سال شدیم دیگه من گفتم یه دختر جمال کوتاه یک دوا میدادیش جانی بادیان جان بادیان خب برش داد خورد خوب شد باز نه خوب چی شد دیگه کم وقت شش تا نتونست خیلی سر حالا سلما از امو او دو حالا پیشتر گفتم زنگ دی امو رو پرسان چکر چطور است؟ چرا زنگ بزن با آه خود دیگه نامزادت میشه دختر چند وقت باشی نخوری میکنه مادر بعد است آره موبایل آورد باز من چی میکنم زنگش میدم حالا موبایل نداری ما بعد نخردیم خورد بعد موبایل نگرفتم حالا شماره از روخ من ندارم خود بگه که نده خانه مادر خودی چیز نداشت شماره از روخ من ندارم با یادم چی اینو مادر با میدادی که چیکار میدم شماره زن کاکای ما خوداری چقدر خوش شدم بچه‌م با خدا اینم خورد رو صبر در کار مصروف بود من اینم جزا خورد تنها میماندم گفتم خدایا گفتم سلما خوب بود که میامد اگه کار میکردی پیشم میشد اگه سلما کار میکرد تو پیشم میشیشتی تنها خو نمیماندم مال خب تنها مونده بودید مادر بچه ملامت نه تنها صورت بود کلی کار خانه را میکرد حالا خیره دیگه خواهی چند وقت کار نمیکنی من در کار نمیماندم آها ما تو میشیشتیم چرک چتل طرف ما منگسا قطار میلا میکرد او رو باندو ما به یوبای دیران است مادر بچه میرنده بیچاره بعد از چی دیگه اولین دفعیش از که خانه خوشی خدا آمد یا خانه نامزاد خدا آمد بایجان بابا نکه میشتی تو با احترام بخور خود برو بچه میجاب تا بدل که مانده و مادر بی خسته شده برو بده صد سر چاو نان خوردی؟ نان سیر است نان نمیخورم یک یالا چای میخورم من بچه خالتم مادر مادر جون اسکاوی ما برو تو سوریای تا باشی تو مانده است برو تو مام برو دختر نازم سوزنم که افتیده است پیش از قصد نکده درد میکنه درد میکنه مام نمیتونم درد میکنه دختر درد میکنه آلبوم بکشو دیگه مایده خدا شده Lo que Suzanne está lisa, lo voy a La کار خدا شمی تو دختر تو سنا نبودی تو دشمن بودی من از پیش شفتیدم الان
یکی نیست برای پیش دکتر ببود نوکتش که صدا قلبم نرم رو نه وانا جور است سوزن جور است الو خیلی چون جیب کنم چیزی را میگردن او خطا شدی اونم تو شدن الو چقدر دارم خدایا میتونه خسته اونجا بشینی؟ نمیتونم با خدای چی حال است این خانه؟ فقط من این کار قصدی کردیم فقط من دشمن از یه هستم فقط این خانه من نیست با خدای فردین به من نگه در این خانه شیشتنی نیستم هر روز یک گپ میشه یک گپ ناغجور میکنن فقط این کار همه به خاطر از کردیم که باید اینه میده پای زمین پره ما خب دشمن جانش نیستم ولی بچیشم نیست که یک دفعه بیا ببینه خدا خبر میگیره گم کنه الو دارم بشی الو تو برو پایین درد میکنه نه دقیقا چرا برم الو پایین درد میکنه الو اونجا قرار دراز میکش باید باید کار کرد بچه بزرگ که دیگه نباشه اینجا سوزن کش کنه الو الو چقدر پایین درد میکنه کل کمی در پای خودش میره کمی درد خودش میکشید بچه الو الو چقدر داره کبونی جور میشه چقدر داره الو امی دشت اودانم رفتی؟ مادر دیگه برات قصه کردم تو یک جایی بود با شخصیش گرفتیم و آرزو شام بود تو یک جای مزار خوب جایی بود سلما راهش که خوب شده راه سالنگ و یا کدام وقت نصیب کنم ما بریم میبرم یک دفعه چرا خلل زیاد گرفته دینی صحیح است کدام شخص؟ یعنی خوب است خاله اینی ماشاءالله ذوقی کنه دخترم هر جون میفهمم چیزای ساده خوش داره میکسی است کل لباسای میترسه خب بخی که بریم خیلی کالای مادر تبیار که خیلی اختار میرفت خوش میشنم دختر خیلی من میرم کتیدون دختر میره کلینیک میره شبخانه ای دختر در خانه باش خانه ایلاز سایز بچه بیایی که بریم بخیلی تیز که بریم که مادر دوای هوا باز گرم میشه میخورم بچه اگر که زنگ زدیم جواب بیتی سایز بچه بیا مادر جان تا پیش دروازه کردیم سایز این بار چندم است که میگه مریم خب ما میگم عادت که دیگه عادت کرده باشی باید خود تا چی وقت هر دقیقه یک پس هر دقیقه یک کار است فقط همون کار ما بقصدی کردیم همون گپ بقصدی اگر نان دیر میشه اگر یک گپ میشه اگر میخیزی اگر میری اگر میشینی صاف گپ است آن خود تنها تو رو نمیگه منم نمیگه او دختر من بود ندارم کلا ندارم دیگه ندارم کم خوب برات نداده پرسیست رب خلال شد ای خوردن ای پوشیدن یا ای در نظر توش خندی می بخورم از این دست از هر دست هفته من میره نمیکنم بلسته میگم دیوانگری نکن اون همشیریش برآمده بوده بگو که بیا چند نفر مرا بتر روی خانه زن سوزن فرش کرده این دقیق فایم سوزن لفته خدا در کار خدا کنی تو نه مرین گمشین مازه به خدا شوین خیلی نگه مدرستان در پایم سوزن لفته نکو که درد میکنه خب یک ببرم تا دکتر دکتر کی کردی دکتر برون زن مردنی ده برکرده قلده گریان میکنه